دیرین سنت گره زدن سبزه به دوران بی‌ترسامانیان برمیگردد. آنها در روز 13 پدر از خانه در شده و از طبیعت سرگرمی آوردند. آنها هرگز به طبیعت صدمه وارد کرد که آقا نکرد اون گل باغ نمی کردن کرد آقا. آنها دو سبزه تر و تازه را به همدیگه گره می زدن تا وقتشان باز شد. یعنی چی ها؟ کی گفت چی وقت؟ بعد به خانه باز میگشتم تا ببینم وقتشان باز شده یا نه. آقای بی‌تر سامان نژاد، آیا وکیلم؟ بله. اما دیر نمی‌پایید. خودم از دسته منم پشیمونم. اشتباه کردم. حالا دیگه آنها ضمن پشیمانی دنبال سبزه حالا میگشتن که گره‌اش را باز کنن. وقتی پایه‌های زندگی رو بر اساس خرافات میذاری حقته.